سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. امروز برای یه سفر 2 روزه داریم میریم یزد. اولین جایی که توقف کردیم برای استراحت ورودی شهر کوپایه هست. الان رسیدیم به ورودی شهر ناین. گفتیم که حدود 10 دقیقه استراحت کنیم. از انرژی تو دلم رد داده بالا، هی تو تاخچه میذاری بالا. امشب توی دل بری کردم چشات دستاره بالا. از انرژی تو دلم رد داده بالا، هی تو تاخچه میذاری بالا. امشب توی دل بری کردم چشات دستاره بالا. من امشب به تماشای رخ یار بشینم. دیگه تقریبا حدودای عصر بود که رسیدیم به یزد و گفتیم حالا یه چند ساعتی استراحت کنیم و اولین جایی که اومدیم میدان امیر چخماقه و بسیار زیباست. از انرژی تو دلم رد داده بالا، هی تو تاخچه میذاری بالا. امشب توی دل بری کردم چشات دستاره بالا. از انرژی تو دلم رد داده بالا، هی تو تاخچه میذاری بالا. امشب توی دل بری کردم چشات دستاره بالا. اینجا هم یه آب انباره گوشه میدان امیر چخماق. میلاد ترابی، محسن ابراهیم زاده. دونه 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 این سیکه حالا بینمونه، مال خودمونه، ما رو به هم میرسونه. دونه 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 یه ستاره تو آسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره عاشق یاره، من نمستم و هوشیار حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه، آدم از سکو تنهایی بدجوره میترسونه. این زندگی نمیشه باشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یک جورایی درمونه. امروز صبح هم گفتیم که بیایم باغ دولت‌آباد یزد رو ببینیم که فکر کنم خیلی قشنگ باشه. شب بی افسار شد تو دل رو
نفسی هوای منی بالا بری پایین بیای تو دیگه برای منی یه چیزایی توی چشات که دلم نشونه آزم از سکو تنهایی و جوری میترسونه این زندگی همیشه نباشه یه زندونه چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه چیزایی توی چشاتی که دلم نشونه آزم از سکو تنهایی و جوری میترسونه این زندگی همیشه نباشه یه زندونه چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه Service department and kitchen, Cow Panther Golf Roll, Orson Campbell's tablets. این بازار هم در کنار باغ دولت‌آباد برپا شده که سوغاتی و انواع صنایع دستی وجود داره و بسیار زیباست. الان هم اومدیم آتشکده‌ای است که با این خونه ای که اجاره کردیم 5 دقیقه فاصله داره. اینجا هم یه میدان بسیار زیباست به اسم میدان مارکار.
دیگه داریم برمیگردیم اصفهان. این استراحتگاه بسیار زیبا وایسادیم که یکم استراحت کنیم. تشکر که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه دوست دارین که با ما همراه باشین دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید.